إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران و خواهران بسیار گرامی، بسیار در یک روزهای خوب و بسیار در یک روزهای نیک، یعنی دهه ذوالحجه قرار داریم. از الله مهربان دعاگو هستم که خداوند توفیق عبادت این روزها را بر یکایک ما و شما نصیب گردانه و از الله مهربان خواهان او هستم که خداوند برای ما و شما چنان توفیق و چنان محبت را عطا کند که هر یک عبادت ها، هر یک بشارت ها، هر یک حدیث هایی که به کدام روز مربوط است از فضیلت آن روز آگاهی می دهد، ما را توفیق دهد که ما از آن روزها پیروی کنیم و ثواب و پاداش آن روز را برخوردار شویم. برادران عزیز و گرامی، پگاه اولی روز از ماه ذوالحجه است، یعنی فردا چیسله 22 می شود، گوییم با این کلندرهای خودمان، و اولی روزی از ذوالحجه، چگونه که امروز در تاجیکستان هم اعلان کردن که روزی 31 یعنی روز جمعه عید قربان. پس برادران عزیز و گرامی، از فردا تا روزی پنجشنبه، یعنی تا 30 میگویم همین ماه ایون، ما باید که آن وظیفه هایی را که الحال من میخوانم از فضیلت این 10 روز انشاءالله شما گوش اندازین و حرکت کنین برادران عزیز و گرامی که این روزهای خیر هم از دست ندهید. زیرا ما چی میدانیم برادران عزیز و گرامی که به دهه آخر سال آینده میرسیم یا نمیرسیم. دانشمندها میگویند در تمام سال از این دهه ذوالحجه دیده بهترین روزها در نزد الله نیست دیگر. حتی ابن حجر اسقلانی میفرماید که اگر همین دهه آخر رمضان شب قدر نمی داشت، این دهه ذوالحجه را من افضل از دهه رمضان می دانستم. برادران عزیز و گرامی، خداوند مهربان در قرآن در سوره فجر اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و الفجر و لیال عشر
аллоҳи меҳрубон қасам бар субҳгоҳ мехӯрад ва ҳамчунон бо лаёли ашр, яъне бо даҳаи зулҳиҷҷа, ки инҷада ҷаноби ибни касир, ҷаноби ибни аббос, ибни зубайр ва дигар муфассири гиромӣ, муҷоҳид, ҳама бо ин ақидаанд ки лаёлин ашре ки дар ин оят омадааст, ин ҳамин даҳаи зулҳиҷҷа ҳаст. ҳамчунон бародарони азиз, дар сураи ҳаҷҷам ман нигоҳ кардам дар тафсир, дар сураи ҳаҷ дар ояти 28 аллоҳи меҳрубон язкура смаллоҳи фи айями маълумот мегӯяд. бин ҳамон айёми маълумоте ки дар сураи ҳаҷ ояти 28 омадааст, мегӯяд дар яъне эътиқоди имом абу ҳанифа ва ҷаноби имом шофиӣ ва ҳамчунон боз ҳамон ибни касир, ибни аббос бар ҳамин аст ки ҳамин айёми маълумот ин чи ҳаст, мега далолат бар ҳамон даҳаи зулҳиҷҷа мекунад. яъне бародарони азиз, яке аз оятҳои аввали сураи фаҷр ва сураи ҳаҷ ояти 28 аз бузургиву аз хайри ин даҳаи аввал огаҳӣ мекунад. яъне маълум аст ки ин ба оятҳои қуръон собит аст. алҳол ҳадисеро ман дар пешум дорум аз ҷаноби имом бухорӣ ки ровии ин ҳам ҷаноби ибни аббос аст. бародарони азиз, ҳадисро гӯш мекунем ки пайғамбар дар ин ҳадис чӣ мефармояд. ан ибни аббос разияллоҳу анҳумо қол қола расулуллоҳи саллаллоҳу алайҳи васалам мо мин айёмил амалу солих фиҳа аҳаббу илаллоҳи мин ҳазиҳил айём, яъне айёмал ашр. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. برادران عزیز و گرامی، این حدیث معناش چی است؟ پیامبر نازنین ما فرمود که در این دهه، یعنی هیچ عمل انسان، خواه از تکبیر باشد، خواه از تحلیل باشد، خواه از تسبیح باشد، خواه از صدقه باشد، خواه از توبه باشد، خواه از نماز باشد، یعنی جمله عمل صالح، یعنی هیچ عملهای صالح گویم بزرگتر و قبولتر و محبوبتر از این دهه اول نیست. گفتم پیامبر، یعنی هر کسی که در این دهه این عملها را، این عبادتها را انجام می‌دهد، این بهترین است از دیگر روزهایی که برادران عزیز گویم بیرون از دهه ذوالحجه هستند. برای همین ما باید که در این روزها چیکار کنیم؟ در این روزها برادران عزیز، یعنی از روز اول، یعنی از پگاه ما باید روزدار باشیم. شما بینید که اگر روز 31 یعنی روز جمعه اگر عید باشد، روز پنجشنبهش یعنی روز 30 همین ایون روز عرفه است. یعنی پیامبر نازنین گفتن که هر کسی که اگر در روز 9 روزه میگیرد، شاید آدمانی که یکم نگرفتن، یعنی دویم روزه نگرفتن، سوم نگرفتن، خب آمدن روز 9 همین را گرفتن. در اینجا هم حدیث از پیغمبرمون داریم صلی الله علیه و سلم که از ابی قتاده روایت میکند. این حدیث هم حدیث مسلم است.
پیامبر ما گفتن که سئل رسول الله صلی الله علیه وسلم عن صوم یوم عرفه. میگه پیامبر از روزی نهم همین ذوالحجه پرسیدن، یعنی روزی گویم سیومی همین ایون می شود، روزی پنجشنبه. گفتن اگر همین روزه بگیریم چی حضرت؟ پیامبرمون چی گفتن؟ گفتن یکفر السنة الماضیة الباقیه. پیامبرمون گفتن که اگر کسی حتی روزی نهم شم که روزه گیره، یعنی کفارت خطاهای شما، کفارت لغزش های شما، کفارت گویم همون گناه های شما، حتی سالانه و حتی آینده می آمدگیشه خداوند به توفیل آن که شما روزی نهم ذوالحجه روزه میگیرین الله میبخشه. پس در این روزها برادران عزیز و گرامی، ماها باید که یعنی وظیفه هایی که داریم باید این 10 روز را روزه بگیریم تا روزی نهم، روزی گویم 31 علاکه روزی عید می شود. در این روز روزی روزه گرفتن نیست، تا همون روز باید ما روزه دار باشیم. یکی از وظیفه هایی که در این دهه ذوالحجه می شود. غیر این باز تکبیر هست، تحلیل هست، یعنی الله اکبر و لا اله الا الله، سبحان الله، الحمدلله. برادرای عزیز، تا همین دهه باید ایرا ما و شما هیچگاه ترک نکنیم. در خانه هم باشیم، در کوچه هم باشیم، در بازار هم باشیم، در هر جا باشیم، میگه باید که در همین 10 روز شما تکبیر و تحلیل و تسبیح را باید زیاد کنید. و از روز نهم برادران عزیز ناگفته نماند، یعنی از روز پنجشنبه، روز نهمی بگیم عرفه می شود از ماه ذوالحجه، یعنی از بامدادش، از نماز پشت نماز، یعنی از بامداد روز نهم ذوالحجه، یعنی گویم اکو من حساب کردیستم از روز پنجشنبه می شود روز 30 ایون. شما از نماز بامداد پشت هر یک نماز فرض، خواه زن باشد خواه مرد باشد، باید که شما برادر عزیز تکبیر و تشریق میگن، یعنی الله اکبر، لا اله الا الله والله اکبر، الله اکبر ولله الحمد. انا میره یک بار بعد هر یک نماز فرض خواندن. خب امام اگر گفت با همراه امام باید که قومم گویه، اگر امامم که فراموش کرد باید قومم همین تکبیر را باید که بلند گوین. در حالتهای وقتی که مثال شما اگر جماعت خوانید، اگر تنها گذارم که باشین، این تکبیر به گردن من واجبه. اگر نگوییم برادران عزیز ما و شما گناهگار میشیم. از این خاطر از روز پنجشنبه سر می شود پشت 23 نماز، یعنی روز پنجشنبه میگیم، روز جمعه میگیم، روز شنبه میگیم، روز یکشنبه میگیم، روز دوشنبه تا نماز عصر. نماز عصر که خواندیم و پشتش همین تکبیر که گفتیم، به همین دیگر از گردن ما و شما ساقط می شود. پس برادران عزیز و گرامی، یعنی معلوم شد که این روزها خیلی بهترین روزهای از سال به شمار می رود و وظیفه های ما در این روزها چی بوده است؟ انا همین بوده است که ما باید از این دهه ذوالحجه روزه بگیریم و کسانی که یکی اگر نتانستند و نگرفتند، حدی اقل برادران از همون روز نهمی ذوالحجه که روز پنجشنبه می شود و خیلی دیدیم که بشارت چند بشارتی بلند است، مغفرت گناه ما و شما سالانش است، ایره هم برادرها از دست ندیم. لیکن کسانی که اگر میلهاشون، محبتاشون، خواهشاشون اگر باز زیاد باشد، از همین دهه شما روزه گیرید. یعنی بینید که
تمام عمل صالح در این دهه پیشگاه پروردگار دا بسیار مقام و مرتبه و منزلت بی‌نهایت بلند داشته است. یعنی عمل صالح این دهه از عمل صالح دهه‌های دیگر یا روزهای دیگر بسیار فرق بین زمین و آسمان میکند. از این لحاظ در این ماه احسانهاتون زیاد کنین، خیر کنین، مقصد یعنی همیشه کارهای نیک کنین، تسبیح بگردانین، نمازهای مقصد تهجد بخوانین، هر چیزی که مقصد از فرموده هست در این دهه ای را انجام دادن در کار، زیرا عملهای این دهه از عملهای دیگر روزها فرق دارد. و دیگر چیزی که در این انا گویم روزی 31 که روز عید است، ما باید وقتی که اگر امسال که به سبب این بیماری ها برادران عزیز در مسجدها جمع آمد نمی شود، ولی برای شما مسئله را دانستن این است که همان سحر هر کسی که مقصد اگر در کجایی که یکی مبادای مسجد باشد و مردم مثال اگر مسجد می رفتگی باشند، یعنی شاید تا او روز الله دانا است، ممکن در دولت هایی که سخنی مرا میشنوین ممکن در اونجا یگان امکانیت پیدا شد و مثلا اجازت شد، شما باید که سحر چیز ناخورده روید، همچنان لباس های تازه هاتون می پوشین، در راه همین الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد گفته مقصد مسجد میرین، با از اونجا گشته میایین. یا شاید که شما خانه یگان نفر از نزدیکاتون، دوستاتون، پدرهاتون، مادرهاتون که رفتین، در راه هم باید که همین تکبیرها را، همین گویم تسبیح ها را شما باید که گفتن گیرین و تکرار کنین، زیرا لحظه هایی هست که در این لحظه ها بسیار پاداش و ثواب زیاد دارد. و دیگر چیزی که در این روز عید برای همگان ما و شما معلوم است، این قربانی است. یعنی برای هر یک نفری که برادران عزیز امکانیت قربانی کردن دارند، شرایط قربانی دارند، باید که اینها قربانی کنند. مالهایی که برای قربانی هست، این گوسفند است یا بز است یا مقصد گاو هست، فرق ندارد، و بقه است، گاو است یا شتر. اینجا بعضی مسئله را دانی که یعنی گوسفند از 1 سال باید کم نباشد، گوسفند باید از 1 سال کم نباشد. همچنان اگر گوسفندی که 6 ماهه باشد ولی در قد و در گویم جوسه و در بزبلگی بگیم اگر برابر 1 ساله باشد، ایره هم اجازت است، ولی گاو یا بقه از 2 سال کم نباشد. انا برای یا شتر از 5 سال باید کم نباشد، ولی در گاو و در شتر میتونه که تا 7 نفر هم شریک شوین. شما یک مثال 7 نفر میتونه که یک بقه 2 سال یا یک شتر 5 سال خرین و ذبح کنین. این هم در شریعت برادرای عزیز اجازت است. این بود مسئله هایی که من برای شما خواستم که رسانم تا فردا که اکو دهه اول که آغاز می شود، من این مسئله را گذاشتم تا بسیاری از شاید آدمان ناآگاهی باشند، خبر نداشته باشند که این روزها چی فضیلت دارد، تا آنها آگاهی پیدا کنند. و کسانی که اگر به شرطی که مقصد می دانستند و باز انشاءالله شنیدن این ده هم خدا خواهد با ثواب می گیرین و به دیگرها هم رسانین، تا از این فضیلت ها تا از این روزها به بهره نمانند. الهی مهربان ایمانهای همه ما و شما را کامل گرداند، خاتمه را بخیر کند. بسیاری برادران اینجا یک سوال هم میکنند که آیا گوشت قربانی را
ترتیب تقسیمش چگونه است. یعنی ثوابش هم این است که گوشت قربانی را ما 3 قسم میکنیم. یک قسمش برای خوردن خانواده خودمان میمونیم، یک قسم دیگرش برای مهمان هایی که خانه ما و شما میروند برای اونها میپزیم، یک قسم دیگرش را به همسایه ها تقسیم میکنیم. در اینجا امکان دارد که اگر ما یک مقداره که کمش هم باشد برای ثواب به خودمان بگیریم و دیگر همش مقصد در همسایه ها، در بیچاره ها، در ناتوان ها تقسیم کنیم، انشاءالله باز نور بالای نور می شود. خداوند ایدتان مبارک گردانه و علای مهربان این روزها را توفیق دهد که ما و شما از روزه داشتنش، از عبادتهاش یعنی قفا نمانیم و الله را دعا کنیم که توفیقش برای ما و شما نصیب گردانه و هر کسی که این روزها را احترام میکنه به قدر این روزها میرسه، خداوند هر پاداشی که در این روز هست در نامه اعمالش نویسنده بگرداند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.